تصور کن مردی که 30 سال از عمرش رو صرف یاد گرفتن یک هنر کرده. استاد با تجربه، مورد احترام همه. روزی تصمیم میگیره وارد کلاس یک استاد بزرگتر بشه. با اعتماد به نفس میشینه و منتظر آموزش. استاد براش چای میریزه. فنجان پر میشه. اما استاد همچنان چای میریزه تا سرریز میکنه. مرد با تعجب میگه فنجان پره، دیگه جا نداره. استاد لبخند میزنه و میگه ذهن تو هم همینه. تا وقتی پره چیزی واردش نمیشه. ژاپنی ها برای این طرز فکر یک اسم دارن. شوشین، ذهن مبتدی. شوشین یک مفهوم قدیمی در فرهنگ ژاپن و زن بودیسمه. معنیش ساده است اما عمیقه. ذهنی که مثل روز اول یادگیریه، پر از کنجکاوی، بدون غرور، بدون پیش‌فرض. نه به این معنا که چیزی بلد نیستی، بلکه به این معنا که همیشه آماده یاد گرفتن چیز جدیدی هستی. در ذهن یک مبتدی امکانات زیاده، سوالها زندن، اشتباه ترسناک نیست. اما در ذهن یک خبره که فکر میکنه همه چیز رو میدونه، درها کم کم بسته میشن. بیشتر ما فکر میکنیم دلیل رشد نکردن کمبود انگیزه است، کمبود وقته یا حتی کمبود استعداد. اما واقعیت چیز دیگه ایه. بزرگترین دشمن یادگیری جمله‌ایه که خیلی آروم توی ذهنمون شکل میگیره. این رو بلدم. همین جمله یادگیری رو متوقف میکنه. وقتی فکر میکنی بلدی، دیگه سوال نمیپرسی، دیگه گوش نمیدی، دیگه کنجکاو نیستی و دقیقاً همونجا رشد میمیره. به آخرین باری فکر کن که کاری رو تازه شروع کردی. اوایلش چقدر هیجان داشتی؟ چقدر سوال میپرسیدی؟ چقدر دقیق نگاه میکردی؟ حالا همون کار رو بعد از چند سال انجام بده. احتمالاً خودکار، سریع و بدون توجه، همون کاری که با شوق انجام میدادی تبدیل شده به عادت. شوشین میگه حتی وقتی حرفه‌ای شدی، با همون نگاه روز اول ادامه بده. اگه تا اینجای ویدیو حس کردی این حرفا به کارت میاد، یه لحظه مکث کن و کانال رو سابسکرایب کن. این کانال قراره درباره رشد ذهن، فلسفه‌های ساده ولی عمیق و بهتر زندگی کردن باشه. در فرهنگ ژاپن شاگرد بودن افتخار محسوب میشه. حتی استادای بزرگ خودشون رو در حال یادگیری معرفی میکنن، چون میدونن لحظه‌ای که فکر کنی به آخر راه رسیدی، در واقع متوقف شدی. به همین دلیله که در هنر، صنعت، تکنولوژی و حتی زندگی روزمره همیشه دنبال بهتر شدن هستن، نه کامل بودن. شوشین یعنی نادان بودن؟ نه، و این خیلی مهمه. شوشین یعنی دانشت رو انکار نمی کنی، اما بهش نمی چسبی. میدونی که هر دانشی میتونه ناقص باشه، هر باور میتونه بروز بشه. این طرز فکر آدم رو متواضع میکنه و در عین حال قوی. 3 تمرین ساده برای شوشین در زندگی. در کاری که فکر میکنی بلدی، از خودت بپرس اگه امروز اولین روزم بود چطور انجامش میدادم؟ از سوال پرسیدن نترس. سوال ساده نشونه ضعف نیست، نشونه ذهن زنده است. گاهی به جای یاد دادن، یاد گرفتن رو انتخاب کن، حتی از کسی که از تو تجربه کمتری داره. شوشین و آرامش ذهن. جالبه بدونی شوشین فقط درباره یادگیری نیست. وقتی ذهنت پر از باید و میدونم نیست، آرومتر میشی، کمتر قضاوت میکنی، کمتر میجنگی، زندگی سبکتر میشه. شاید راز رشد بی پایان در کتاب‌های پیچیده نباشه. شاید فقط کافیه ذهنمون رو کمی خالی کنیم، مثل فنجانی که جا داره دوباره پر بشه. اگه دوست داری ذهنت همیشه در حال رشد بمونه و دوباره از یاد گرفتن لذت ببری، این کانال رو دنبال کن و توی کامنت ها بنویس آخرین باری که حس کردی همه چیز رو بلدی کی بود؟